سلام، وقتتون بخیر. امیدوارم که حالتون خوب باشه. با 14مین چالش 30 روزه رایت آپموی در خدمتتون هستم. ممنون میشم اگر کانال رو سابسکرایب نکردید همین الان سابسکرایبش رو انجام بدین که بریم برای چالش امروز. من پنل ادمین رو پیدا کردم، پس همه چیز رو، یا در واقع میتونیم بگیم بعد از اون همه چیز رو در اختیار دارم. خب ببینیم چیکار کرده. سلام به همه، اسم من یوسفه، یک باگ هانتر پاره وقتم، پارت تایم کار میکنم. اخیراً تمرکزم رو گذاشتم روی حالا یه شرکت امریکایی، یکی از بزرگترین تولید کننده های چاپگر، پرینتر، دوربین، اسکنر توی جهان، به عنوان یه تارگتی که اسکوپش خیلی وایده، خیلی بزرگه، گسترده است و بسیار وسوسه انگیزه. خلاصه کار میگه بنابراین تو این رایت آپ درباره یک میس کانفیگوریشن بحرانی صحبت میکنم که منجر شد به این که بتونم همه محصولات و داده های همه محصولات و همه کاربران رو دسترسی بهش پیدا کنم. با این قابلیت بتونم CRUD کنم، یعنی اون بحث کریت کردن، خوندن، آپدیت کردن، دیلیت کردن و همه کارا بتونم رو اون انجام بدم. خیلی خب، داستان چیه؟ میگه بعد از اینکه ساب دامنه ها رو با استفاده از کامند زیر پیدا کردم که از ساب فایندر استفاده کرده و ریخته توی فایلی به نام subdomains.txt، میگه بعد از کمی فیلتر کردن به 11,000 تا ساب دامنه رسیدم. بعد شروع کردم به گرفتن ساب دامنه های اکتیو فعال با استفاده از ابزار HTTPX که در نهایت رسیده به 2,000 ساب دامنه. بعد میگم اما من انومریشن رو همینجا متوقف نکردم چون اسکوپ بزرگی بود و در این حال حالا به هر حال اینجا جاییه که ماجرا خسته کننده میشه. بیشتر پاسخا میگه 403 بودن یا 404 بودن، یعنی یا فوربیدن میداد یا نات فاوند میداد. پس شروع کردم به گرفتن ساب دامنه های بیشتر با استفاده از حالا وبسایتی که اینجا معرفی کرده و دستور کر. دستور اینجا زده و یه سری به هر حال API رو اونجا وارد کرده و یه سری ساب دامنه هم از اینجا به دست آورده. بعد میگه تا اینکه ساب دامنه های متفاوت‌تری به دست آوردم، اما باز هم 403 401. حالا چی شد که بازی عوض شد؟ میگه بس تصمیم گرفتم روی تمام این تارگت ها پورت های مختلف رو بیام بررسی کنم تا پورت های باز رو به دست بیارم، با این امید که با استفاده از راست اسکن پاسخ های متفاوتی رو بتونم دریافت کنم که اومده دامنه ها رو بهش داده، راست اسکن هم ران کرده و گفته همه پورت ها رو بیا برای من بررسی کن. میگه بعد از اون به یک IP جالب رسیدم که روی پورت 9000 کار میکرد و ساده، قدیمی و احتمالا فراموش شده بود. یه همچین چیزی اومده بالا، پورت 9000 آدرس رو مخفی کرده، همچین چیزی صفحه لاگینه دیگه. چیکار کرده؟ میگه بعد از اون طبق معمول دستام خودش رفت سراغ امتحان کردن ادمین ببخشید ادمین رو زده و لاگین اتفاق افتاده. میگه من دسترسی کامل مدیریتی به کل در واقع دیتابیس و کاربران و محصولات و همه چی دارم و تمامی اون توانایی‌هایی که CRUD به میداد، ایجاد کردن، خوندن، به روزرسانی کردن، حذف کردن، همه رو داشتم که اینجا داره میبینیم دیگه. همه قابلیت‌ها رو داره، حتی میتونه یوزر جدید تعریف کنه و اینجا هم داره بازی سری اطلاعات رو نشون میده که محصولات رو میتونه ادیت کنه یا حتی محصول جدید تعریف کنه. اما ایمپکت یا اثرش، میگه ایمپکتش این بود که افشای کامل داده‌های کاربران و مشتریان. خب خیلی مهمه. مهاجمان به دسترسی کامل مدیریت رسیدن و میتونن کاربران رو دستکاری کنن، حذف کنن و به هر حال اقدامات غیر مجازی رو انجام بدن. امکان تصاحب کامل پلتفرم هم به نوعی وجود داره و میگه به شکار ادامه بدیم. ساده تر از این
ساب دامنه فراموش شده که بارها در دوره پیشرفته روش تاکید کردم که آقا ساب دامنه فراموش شده در اسکوپ های واید، اسکوپ هایی که وسیعن، بزرگن، برنامه های بزرگ، اینجوری بگیم تو برنامه های بزرگ ساب دامنه های فراموش شده زیاده و ساب دامنه های فراموش شده میتونن میس کانفیگوریشن داشته باشن. یه دانشگاه رو شما در نظر بگیر، میان یه بخشی درست میکنن برای یه جشنواره، یه اسکریپتی هم میارن بالا، اوکی، مثلا جشنواره فلان، جشن فلان، اوکی، یه چیزی سری میخوان بیارن بالا، سری میخوان اینو بیارن بالا، بهره برداری کنن، استفاده کنن و کارشون را بیفته دیگه. خیلی رو بحث امنیتش کار نمیکنن و بعدن که کارشون تموم میشه همه میرن پی زندگیشون. اون ساب دامنه همونطوری میمونه و بعدن یکی ممکنه بیاد ازش دسترسی بگیره. اتفاقی که مثلا توی ایران زمان کرونا زیاد اتفاق میافتاد. برای دانشگاه‌ها یه دفعه اومدن کلی به خاطر بحث آنلاین شدن کلاس‌ها اومدن کلی سرویس‌های جدید استفاده کردن و در عین حال که سرویس نیاز داشتن نمیخواستن از سرویس‌های مثلا غربی استفاده کنن، اومدن نوشتن. مثلا دانشگاه آزاد سرویس اومد نوشت، سر و روش باگ میریخت. من میتونستم مثلا در عین حال جای 10 تا دانشجو لاگین کنم و نذارم اونا وارد کلاس بشن. جای اونا برم امتحان بدم، اطلاعات شخصیشون رو ببینم، نمراتشون رو ببینم، آدرسشون، هر چیزی که تو اون در واقع پنلشون وجود داشت. و بعد که کارشون تموم میشه و دیگه به اون احتیاج ندارن، اینو حذف نمیکنن، این میمونه. جدا از این که اولین بار که اصلا اونا ران کردن کار امنیتی روش انجام ندادن، به مرور موندنش و آپدیت نشدنش خودش باعث آسیب پذیری میشه دیگه. شما مثلا سایت وردپرسی رو در نظر بگیر که مال مثلا 20 تا نسخه گذشته است، به مرور خب کلی اکسپلویت درش اومده که با سرچ ساده میشه ازش استفاده کرد دیگه. تو بایک بانتی شاید تصوری باشه که خب این اتفاق نمیفته، ولی میفته. توی شرکت های بزرگ اینو داریم. یه شرکتی که کوچیکه کلا 2 تا ساب دامنه داره، 4 تا ساب دامنه داره، خب دارن با ازش استفاده میکنن، فعاله، مدام آپدیت میشه، این داستانا پیش نمیاد. ولی وقتی داستان یه دفعه چیزی که اینجا داریم میبینیم دیگه، اوله گفت چقدر پیدا کردم، اینجا گفت اومدم بررسی کردم، ساب دامنه رو پیدا کردم، 11000 ساب دامنه که 2000 تاش فعاله، یعنی حتی اصلا 9000 تا هم در نظر نگیریم 2000 تا فعالم خیلیه. مطمئنا هر روز به اینا سر نمیزنن، حتی بعضیش ممکنه 1 سال بهش سر نزنن و اصلا آپدیت اون قضیه اتفاق نیفته و همون باعث میشه که ما به عنوان هانتر بتونیم از این قضیه استفاده کنیم. سابسکرایب یادتون نره، لایک هم بزنی، خوشحالم میکنی. امیدوارم که اوقات بکام باشه، چالش بعدی رو از دست ندیم.